به کانال من سلام، به کانال من خوش اومدین. اگه تا الان کانالمو سابسکرایب نکردین حتما این کارو بکنین، چون قراره اینجا با هم کلی نوشیدنیای باحال و جذاب درست کنیم. باز اومدم که با هم دیگه یه آب میوه تابستونی و خنک با هندونه درست کنیم. این نوشیدنی خیلی آسونه. هندونه، لیمو، نعنا، یه کوچولو شکر اگه دوست دارید، یخ و آب گازدار. آب گازدارم سلیقه‌ایه. برای درست کردن این نوشیدنی اول باید آب هندونمون رو بگیریم. برای گرفتن آب هندونه هم میتونین هندونه رو از وسط برش بدین و توی خودش با گوشت‌کوب برقی له کنید و یا میتونین مثل من از بلندر استفاده کنین. بریم تو کارش. اینم از آخرین تیکه هندونمون. هندونه هامون رو برش زدیم، ریختیم تو کاسه. الان همشون رو توی بلندر اضافه میکنیم. برگ نعنا هامون هم بهش اضافه میکنیم، هر چقدر که دوست دارید. یه کوچولو شکرم ذائقه‌ای، هر چقدر دوست دارید. 2 تا لیمو هم که برش زدیم، اونا رو هم اضافه میکنیم. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودین. اگر تا الان کانالمو سابسکرایب نکردین حتما این کارو بکنین. کامنت و لایک هم یادتون نره. آها راستی، یه فوت کوزه‌گری دیگه هم این نوشیدنی داره، اینه که قبل از بلند کردن حتما بهش پودر یخ رو اضافه کنیم، چون بلندرایی مثل مال من که تنظیم سرعت ندارن باعث میشه نوشیدنیتون رو داغ کنه و ما نمیخوایم نوشیدنیمون کوک بشه. پس یه مقدار پودر یخ بهش اضافه کنین، بعد بلندش کنین. عجب نوشیدنی شده. حتما بهتون پیشنهاد میدم این نوشیدنی جذاب رو تو خونه درست کنین. راستی لایک یادتون نره، نظرتونم در مورد این نوشیدنی جذاب تو کامنت ها برام بذارین. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. میبینمتون.